آرزو میکنم که همین پسرای تیم در 85 سالگی توییت کنند. برای چی؟ برای اون که رحمت، برای اون که همین یکی همتون گوش کنه که اگر که پدرش چخیل حرمت کنی همین خیل میبینی. وقتی که آدم که کلان شوه پیر شوه پدرش که حرمت کرد یا که حرمت نکنه در پیری از پسر میبینه. رحمت حیات جان که پدرت حرمت نکنی. این دنیا دنیای گذرای همه میگذره، لیکن که همه وقت جوان نرسن کن. لیش نه من فقط از خدا میترسم، فقط خدای توله بدون خدا هست، پدر و مادرم هست. اگر که خطایی کنم دو آدم قطعی یا که گناه باشه. یا آرزوی آخرین من همین که خدایا خداوندا چیزی که تو چیکار دیدن دیگر نبینم. کسی که برزیدی ما خسته که همین گناه کرد خدا باید کور کنه آینده تا مردن گناه تیز باشه و همین خیل توی تماشا باشه و همین خیل حیاجانا همین خیل کودکایی که کلان شوند و فقط توی تماشا کنن و کیف کنه. ملا ملاقشه کنه، بلدیاش کنه، کیف کنه، کیف کنه. برای سلامتی، برای توی تو آمین. فقط الله اکبر، سلامت باشه.